بعد از دیدن امتیازات این فیلم مخصوصا در IMDb و Rotten Tomatoes با خودم فکر کردم چه بلایی سر این فیلم اومده که هم مردم هم بخش زیادی از منتقدین به این شکل با این فیلم برخورد کردن و مستحق چنین امتیازاتی دونستن این فیلم رو. بازیگر اصلی و کارگردان این فیلم که همون بازیگر اصلی و کارگردان فیلم اول یعنی خواکین فینیکس و تاد فیلیپسن. پس گفتم آیا به خاطر حضور لیدی گاگا، موزیکال شدنش و یا فیلم نامه بد قسمت دومه یا مسئله چیز دیگه ایه؟ در این ویدیو توضیح میدم که عامه مردم از چه چیزی این فیلم ناامید شدن. واقعیت اینه که این جوکر به شدت جسور ساخته شده و بازی و کارگردانیش بی‌نظیر و کوریوگرافی خوبی هم داره و حتی میشه از تلخیش، از چگونگی پرداخت و جنس تلخیش هم لذت برد. تارانتینو اعتقاد داره که کارگردان این فیلم هم خود جوکره. من باش موافقم و قراره در این نقد از دو نگاه متفاوت، از دو زاویه متفاوت که کاملا با هم فرق میکنن این فیلم بررسی بشه و احتمالاً جواب یه سری از سوالاتون رو میگیرید. جوکر بعد از اینکه به زندان افتاد با توجه به داروهایی که مصرف میکنه، وکیلی که داره و شکست جنبشی که به راه انداخت، داره تبدیل به اون آرتور فلیک سرخورده آرام و مطیع اوایل فیلم اول میشه. با دیدن هارلی کوین دوباره آرتور تبدیل به جوکر میشه، دوباره شور زندگی در اون دمیده میشه، دوباره امیدوار میشه و دوباره براش پوتان هپی فیس معنا پیدا میکنه و دوباره مهمترین مکانیسم دفاعیش در برابر واقعیت ناراحت کننده و تلخ زندانی که درش هست فعال میشه. اون چه مکانیسمیه؟ اوتیستیک فانتزی. مکانیسم‌های دفاعی برای حفظ سلامت روان، برای جلوگیری از فروپاشی روان استفاده میشن. وقتی یه فرد تفاوت و تمایز، مرز بین واقعیت و خیال رو تشخیص میده اما ترجیح میده به جای حضور در واقعیت تلخ زندگیش در اون خیال یا فانتزیش باقی بمونه، داره از این مکانیسم استفاده میکنه. مکانیسم های دفاعی اختلال نیستن، اما اگر از یه سریاشون به صورت زیاد و مکرر استفاده بشه میتونن تبدیل به اختلال هم بشه. تفاوت بیماری که دچار اختلال شیزوفرنیه و فردی که داره از مکانیسم دفاعی اوتیستیک فانتزی استفاده میکنه اینه که اون فردی که داره اختلال شیزوفرنیه مرز بین واقعیت و خیال رو دیگه تشخیص نمیده، اما کسی که از مکانیسم اوتیستیک فانتزی استفاده میکنه این مرز رو تشخیص میده و یه مرزی بین واقعیت و خیال، واقعیت و فانتزی قائل، اما میخواد در فانتزیش باقی بمونه. اون دوباره هویتی پیدا میکنه، اگرچه این هویت ساختگی نتیجه نیاز و فانتزیای خودش، نتیجه حضور و تلقین هارلی کوینه، اما این هویت برای خودش، برای هارلی و برای مردمی که به جوکر اعتقاد داشتن مهمه و معنایی داره. رابطه بین هارلی و جوکر شکل میگیره، هر دو به این رابطه نیاز داشتن، هر دو دارن با این رابطه به زندگیشون معنا میدن و انگیزه‌ای برای ادامه دادن پیدا میکنن. شعله‌ای به نام جوکر در آرتور زبانه کشیده. هارلی از این شعله مراقبت میکنه و هر کاری که میتونه برای بزرگ و بزرگتر شدن این شعله انجام میده تا نهایتاً به صورت کامل زندانی که درش هستن رو بسوزونه و باعث آزادی هر دوشون شه. اونا تصمیم گرفتن به جای زندگی ملال‌آور در دنیای زشت و کسل کننده‌ای که میشناختن، در رویاها و فانتزیای همدیگه
و به صورت دیوانه‌وار زندگی کنن. دریم سین های دادگاه از نظر بازی، کارگردانی و کوریوگرافی واقعا جذاب و خاصن. البته اون دریم سینی که در زندان وقتی آرتور خبر دادگاهی شدنش رو میشنوه، اینکه ما اجرایی سکانسی که میبینیم سکانس داخل ذهن جوکره، اتفاقی که الان درون جوکر داره میفته. جوکر داره تلویزیون رو نگاه میکنه، داره نگاهش به تصویر تلویزیونه، اما تنها چیزی که بهش فکر میکنه اینه که هالی رو ملاقات کرده، اینه که دیگه تنها نیست و اینه که عاشق شده. کارگردان با این سکانس سوبژکتیو میخواد به ما بگی که تنها چیزی که دیگه برای آرتور اهمیت داره هالی، نگاهش و حضورشه و آماده است آرتور که زیر نگاه هالی، در کنار هالی، مسخش و تبدیل شدنش به جوکر رو کامل کنه. در دادگاه اتفاقات عجیبی میفته. تحت تاثیر هالی، آرتور، بهتر بگم جوکر، وکیلش رو اخراج میکنه و یک اعتماد به نفس کاذبی داره تا یه جای پیش میره. تنها چیزی که فکرشو نمیکنه حضور گریه و حرفای تلخیه که بهش میزنه. حضور گری مهمترین اتفاق دادگاه است و تعیین کننده ترین اتفاق در ادامه سرنوشت جوکر و رابطه هالی و جوکر. یه رابطه خاصی بین گری و آرتور وجود داشت و این دو نفر تنها آدم‌هایی بودن که همدیگر رو به خاطر مشکلی داشتن مسخره نمی‌کردن. آرتور فکر میکنه با حذف یکی از قلدرهای زندگی خودش و گری، علاوه بر خودش داره در حق گری هم لطف میکنه. اما وقتی اعترافات گری رو میشنوه، این که اون هر روز ترسش بیشتر شده و هر شب داره کابوس میبینه، به کاری که کرده، به خودش، به جوکر بودنش شک میکنه. اعترافات تلخ گری و حضور گری در دادگاه برای آرتور زیر نقاب جوکر تلنگری به بزرگی حضور هالی کوین بود. الان وقتشه که یه سوال اساسی تر بپرسیم و با این سوال از کل به جزء برسیم. مسئله اصلی این جوکر چیه؟ مسئله جوکر مسئله همه ما آدم هاست. مسئله اعتیاد به ساخت شخصیت های خیالی و گاهی دروغین برای خودمون تا در بخشی از این جهان بزرگ در گروه و جامعه جایی داشته باشیم و توسط کسی دوست داشته بشیم. این شخصیت میتونه یه آدم یاغی، یه پزشک، یه فعال اجتماعی، یک آدم مذهبی، یه ورزشکار و غیره باشه. این اسامی تایتل های ما هستند و ظاهری که با این اسامی برای خودمون میسازیم تامنیل ماست. طول میکشه تا آدم زیر این نقاب نمایان شه. هر شخصیت دارای ابعاد و نیازهای مختلفه. یکی از این نیازها باعث شکل‌گیری اون کاور و تامنیلی شده که الان این شخصیت داره به گروهی نمایش میده. هر آدمی یه شخصیته، یه مجموعه است، یک تیپ یا تایتلی مثل دکتر، کارمند، دوز یا پلیس نیست. حالا فکر کنید اون گروهی که بهش تعلق دارید، یه آدمی که باش رابطه دارید و باش زندگی میکنید، صرفاً به خاطر اون تایتل و تامنیل شما از شما خوششون میاد و نه به خاطر مجموعه شخصیتتون، نه به خاطر آدمی که هستید. پس به این ترتیب جایگاه شما در نگاه هر کسی، هر کدوم از نزدیکاتون
به دلیل این شخصیت ساختگی یا در بهترین حالت یکی از ابعاد شخصیتتونه. جوکر آرتور فلک به خاطر جوکر بودنش چه توسط هارلی و چه توسط طرفداراش دوست داشته میشه. در گذشته آرتور بعد از مجموع اتفاقاتی که پشت سر گذاشت، بعد از یک سلسله مراتبی، بعد از تحقیرها، مسخره شدنها و ریجکت‌های پیاپی، به دلیل اون خشم شدید، یا بهتر بگم به دلیل یک ریجی تبدیل به جوکر شد. اما الان بعد از ملاقات هارلی، بعد از عاشق هارلی شدن و بعد از ملاقات گری در دادگاه، اون دیگه نیازی به جوکر بودن نداره. اما مسئله اینه که کسی آرتور فلک رو دوست نداره. کسی دنبال آرتور فلک نیست. همه یه جوکر میخوان. پس همه نهایت تلاششون رو میکنن که آرتور جوکر بمونه، مخصوصا هارلی، و هیچ کس اجازه آرتور فلک شدن رو به این جوکر نمیده. هیچ کس نمیذاره اون تمام و کمال خودش باشه، اونی که میخواد باشه. وقتی که ساده لوحانه دوباره آرتور فلک میشه، همه چیز از جمله عشق هارلی و نهایتاً حتی زندگیش رو از دست میده. بعضی وقتا ما با شخصیت‌های دروغین و ساختگیمون حتی خودمون رو هم غافلگیر میکنیم و برامون بعد از برگشت، اگر به خودمون برگردیم، این سوال پیش میاد که اگه من اینم، پس اون جنبه از شخصیت من، اون کاور، اون میکاپ و اون ظاهری که داشتم چی بود؟ همونطور که در نقد جوکر یک گفتم، آرتور فلک یکی از ماست. سرخوردگی، رنج، زندگی سخت و ناعادلانه‌ای که داشت، کم کم فانتزیا و شخصیت جوکر رو براش ساخت. و وقتی دوباره تبدیل به آرتور فلک شده بود، نیازش به تنها نبودن، نیازش به دوست داشته شدن، دوباره جوکر رو به زندگیش برگردوند. اما اون نمیخواست تا آخر عمرش نقش بازی کنه، نمیخواست تا آخر عمرش به عنوان جوکر آواز بخونه. اون میخواست طعم زندگی در این دنیا رو همراه کسی که دوست داره، به عنوان کسی که هست، بچشه، نه به عنوان یک شخصیت خیالی. نقص و ناامیدی این فیلم برای خیلی از بینندگانش انتخاب این آدم به آرتور فلک بودن به جای اون شخصیت دوست داشتنی، یاغی و خیالیش به نام جوکر بود. انتخاب واقعیت به جای ادامه بودن در فانتزی بود. این آدم ها برخلاف آرتور فلک همچنان به میکاپ صورتشون ادامه میدن و همچنان به جای خودشون شخصیت ساختگی و خیالیشون رو روی صحنه زندگی بازی میکنن. مشکل خیلیا با این فیلم اینه که یک بار دیگه بهشون یادآوری شد که شخصیت واقعیشون یه چیز دیگه است. امشب وقتی دوباره برگشتید خونه و آرایشتون رو پاک کردید، وقتی خودتون رو در آینه یا در چشمان فردی که بهتون نزدیکه دیدید، وقتی دوباره با خودتون تنها شدید، وقتی سطح کنار رفت و شخصیت واقعیتون نمایان شد، امیدوارم بتونید باش کنار بیایید. این امیدواری برای هر کدوم از ماست، برای من نوعی و شما.
شما هم جوکر نیستید، آرتور فلکید. جوکر شخصیت جسور و یاغی دوست داشته شده است و ممکنه گاهی نخواهید بهش تبدیل شید، اما به خاطر نگاهی که بعد از این مسخ به شما میشه، به خاطر موقعیتی که بعد از این مسخ بهتون تعلق میگیره، به خاطر آدمهایی که وارد زندگیتون میکنه، به خاطر تغییری که در زندگیتون در پی داره، بهش تبدیل میشید. جوکر اینجا یک اسمه. هر کسی میتونه اسم شخصیتی که داره روش بذاره. تکرار درست باعث تغییر میشه. پس بذارید یک بار دیگه بگم، جوکر رو ظاهرش تایتل و تامنیلی هستن برای شخصیت هایی که دیده نمیشن، برای آرتور فلک هایی که شناخته نمیشن. پس وقتی خیلی ها دوست ندارن این ماسک و ظاهر زیبا کنار بره، منطقیه که این جوکر ناامید کننده لقب بگیره و توسط این آدم ها دوست داشته نشه، اما به هیچ وجه ناامید کننده نیست. حالا اجازه بدید از زاویه دیگه به این فیلم نگاه کنیم. این فیلم مرگ رویا، مرگ فانتزی هم هست. چرا؟ چون این شخصیت یاغی دوست داشتنی جوکر چه در دنیای این فیلم و چه در واقعیت الهام بخش خیلی ها بود. با برداشته شدن این ماسک و عیان شدن واقعیت، حقیقت زیرش، ما مرگ فانتزی، مرگ رویای جوکر رو داریم. همونطور که بارها در سینما، تئاتر، ادبیات و حتی واقعیت دیدیم، برای افرادی رویاها حتی مهمتر و واقعی‌تر از واقعیتند. چون رویا و فانتزی برای آدم‌ها زندگی و تجربی رو به ارمغان میارن که قطعاً در واقعیت امکان زیست و تجربه و لمسشون نیست. پس رویاها و فانتزی ها مهمن. یکی از مهمترین مدیوم هایی که درش این رویاها و فانتزی ها تجربه میشن سینماست. و حالا آدم هایی که برای تجربه دوباره یک فانتزی و رویا به سینما مراجعه کردند، باید سرخورده و ناامید به خونه هاشون برگردن، به واقعیت زندگیشون و رویایی که تجربه نکردن هیچ، باید شاهد مرگ یک رویا هم باشن. این فیلم تلخه به دلیل اینکه قدرت نفوذ به زیر نقاب هایی که زدیم رو داره و حتی ناراحت کننده تر میشه برای گرفتن و نابودی یک رویا، یک فانتزی. یادمون نره عشق هم یک رویاست. در این رویا ما تبدیل به آدمی میشیم که معشوقمون میخواد و تا زمانی که هر دو طرف حاضر به این تبدیل شدن، به این گذر از چیزهایی که دوست دارن، چیزهایی که واقعاً تا قبل از دیدن طرف مقابل براشون مهم بود، به خاطر اون فرد باشن، تا زمانی که حاضر به حفظ اون نقاب باشن، تا زمانی که این رنج به چیزی که به دست آوردن واقعا بیارزه یا حس کنن که میارزه، تا زمانی که این حس ادامه داره و فارغ از نیازهای عقلانی و منطقه، این رویا باقی میمونه و ادامه پیدا میکنه. اما همین که یکی از این دو طرف دیگه حاضر به ادامه این گذشت
از خودش نباشه، دیگه چسبای اون نقابش کهنه و قدیمی شده باشن، دیگه نتونه اون نقابش رو حفظ کنه و برای یک لحظه اون نقاب از صورتش بلغزه و بیفته، برای یک لحظه نور حقیقت به شخصیتش، به تمام ابعاد اون شخصیتش بتابه و اون فرد رو به صورت تمام و کمال برای طرف مقابل عیان و عریان کنه، دیگه رویایی باقی نخواهد ماند. دیگه عشقی در کار نیست. آرتور فلک خیلی دیر، همزمان با آخرین نفسهاش، متوجه میشه که اعتقاد به یک رویا، مخصوصا برای اون، مهمتر از بودنش در واقعیته. اینکه توانایی حفظ اعتقاد و ایمان به یک رویا خیلی مهمتر از بودن در واقعیتیه که نداریش. واقعیتی که فقط در رویا قابل تصوره. این فیلم با مرگ رویا، با نبودش، به ما دوباره ارزش و قدرت یک رویا رو یادآوری میکنه. بهتون گفتم همین آدم ها بار دیگه برای تجربه فانتزی و رویا به سینما رفته بودن و ناامید به خونه‌هاشون برگشتن. اما واقعیت اینه که ما وقتی چیزی رو نداشته باشیم، وقتی از دستش بدیم، تازه ارزشش رو درک میکنیم، وقتی خلأش در زندگیمون احساس شه. اگر از این نگاه به این مسئله دوباره بنگریم، میبینیم که این اتفاق هم دوباره ارزش این رویا رو، ارزش فانتزی ها رو، ارزش سالن تاریک و پرده نقره‌ای سینما رو به ما یادآوری میکنه. این فیلم به ما نشون میده که واقعیت در برابر زیبایی پرزرق و برق، جسارت، جذابیت و شکوه دیوانه‌وار رویا چقدر میتونه کوچیک، کم ارزش، حقیر و کابوسوار به نظر برسه. آرتور فلک برای از بین بردن نقابش، برای پذیرش حقیقت آدمی که بود، به خاطر پذیرش و ورود به دنیایی که نداشت و خروج از فانتزی و رویایی که داشت، مرد.